نه ببینید الان بحث آموزش اگر بخوایم تفکیک کنیم 2 تا بحث میشه، یعنی تفکیکش کنیم میشه یک بعد آموزشی میره سمت آموزش مسائل تکنیکی، بله. بعد خلاقیت که اصلا دیگه آموزشی نیست، این ذاتی است و مطالعاتی است. یعنی من به عنوان یه آرتیست اگر بخوام کار تولید کنم یک سری ابزار رو در محیط‌های اجتماعی آموزش می‌بینن هنرجویان، دانشجویان رشته‌های حالا مشخصاً هنری که اینا از این ابزار چجوری استفاده کنن. این تا همین مرحله در محیط آموزشی کافیه. ما توقع داشته باشیم از دانشگاه هنر، از هنرستان‌های هنری آرتیست بیرون بیاد، این کاملاً یک انتظار اشتباهیه، به دلیل اینکه اون چیزی که در ذات هنر هست و تفکر و خلاقیت اصلا چیز آموزش دادنی نیست. مدرسه باهاست مثلا شما میرید اونجا آموزش میدن بهتون که شما چجوری اثر گرافیکی خلق کنید، نه به شما آموزش میدن چجوری گرافیست بشید، نه اینجوری نیست. یه تکنیک به شما یاد میدن. در حوزه گرافیک مثلا به شما نرم افزار دانشگاه یاد میده، هنرستان یاد میده، تکنیک رو یاد میده. این که شما اثر خلق کنید اصلا یه بحث دیگری است. از خیالتان هستیم.